امروز ما به توی عروسی یک خواهر اسلامی دعوت شده بودیم، اما با سبب‌های گوناگون که رفتن نتوانستیم. پیش از همه معذرت و می‌خواهم که یک چند وصیت کرده باشم به او خواهر اسلامی همچون برادروار. عروس: ای خواهرم، زنهار زنهار دل یار عزیزت را میازار. اگر یک ذره دانی قدر شوهر، بدان تو مادرش را جای مادر. که مادر هیچ بدخواهی پسر نیست، زی مادر هیچ کلین را ضرر نیست. به وقتی کاری خانه دستی او گیر، مشو هرگز مغمبی. به نکویی دلش را آر بردست، زی نکویی شود آدم زبردست. اگر دلگیر شوی از حرف ناساز، به پیش او قواقهایت را مینداز. اگر حرف برویت سخت گوید و یا حرف چونین گوید بشوید، زی حرف او دل و جانت مکن ریش، که ناز مادری دارد بیندیش. سخن گوید ولی گردد پشیمان، تحمل کن گپش را خواهری جان. تو با عقل و تمیز و راه تقدیر، بکن خدمت ز خوشتامن دعاگیر. که بزرگانم گفتند که دعای 4 پیر و 4 تکبیر. اکنون که به حیات مستقلانه قدم رنجه می نمایی، پیش از همه بخت سفید، عمر دراز و تمام خوشی های زندگی را الله مهربان نصیب و روزیت گرداند. توی مبارک خواهر عزیزم النور خان. بارك الله بارك الله بارك الله لكم ولنا بارك الله لكم ولنا.